چرا آقای طلایی عزیز توصیه شما برای افرادی که به تازگی میخوان بیان دبی چی هستش؟ توصیه من اینه که ابتدا مطالعه بازار انجام بدن. شناخت کافی رو در خصوص این بازار داشته باشن. هدف خودشون رو کاملا مشخص بکنن. در مورد افرادی که اومدن شرکت خودشون رو در امارات تأسیس کردن، رشته فعالیتی رو انتخاب کردن، اونها میباید حتما روی همون رشته فوکوس بکنن، بر اساس توصیه های افراد غیر مجرب اقدام نکنن، چون ما تو این سالها داریم میبینیم که افرادی میان اینجا با یک رشته فعالیت، با یک سابقه، در بدو ورود با توجه به هزینه‌های بالای امارات و اینکه شرکت‌ها باید ریال رو به درهم تبدیل بکنن، سعی میکنن تو رشته‌های متفاوت حضور پیدا بکنن. علاوه بر اینکه غیر تخصصی میشه اون مجموعه، با شکست‌های بزرگتری روبرو خواهند شد، چون با اون رشته فعالیتی که آشنا بودن حرکت نکردن و توسعه ندادن کسب و کار خودشون رو. اونها هم باید خیلی دقیق‌تر و با مطالعه بیشتری حرکت بکنن. فرض بر این بذارن که تازه میخوان این کسب و کارشون رو آغاز بکنن و حتما با مطالعه با مشاورین مجرب حتما مشورت بکنن و این مسیر طولانی رو با همکاری با مشاورین مجرب کوتاه‌تر بکنن.